حبیب خدا میگوید پروردگار میفرماید که هر وقتایی که بنده را که من دوست دارم، شما تصور کنین وقتی که خدا بنده را دوست می‌دارد، هر وقتایی که بنده را که من دوست می‌دارم، یکی از ملائکه های مقرب درگاه خود که جبرائیل است او را فریاد میزنم و برای او خبر میدهم اینی احب فلانا، ای جبرائیل آگاه باش که من فلانی را دوست می‌دارم. پس تو هم وظیفت همین است که باید که این بنده را که من دوست می‌دارم تو نیز باید دوست داری. پس جبرائیل این انسان دوست می‌دارد. بعد از این جبرائیل در اهل آسمان که این روایت مسلم است، به اهل آسمان که این ملائکه ها هست فریاد میزند ای ملائکه هایی که عدد شما نامعلوم است، یقین دانین که پروردگار فلانی را دوست می‌دارد. وظیفه همه شما همین است که شما نیز این بنده را دوست دارید. پس اهل آسمان هم این بنده را دوست می‌دارد. بعد دوست داشتن پروردگار جبرائیل دوست می‌دارد، تمام ملائک دوست می‌دارد. ثم یوزع له القبول فی الارض. حبیب خدا گفتن پروردگار بعد اینکه اهل آسمان این بنده را دوست داشتند، باز محبت این بنده را در دل آدم‌های نیک و آدم‌های پاک دامن خداوند در روی زمینم نصیب می‌کند که حتی روی زمینم این بنده را دوست می‌دارند. خدا گر لطف سازد مهربانی، کند میشی تو را گرگان چپانی. حضرت مولوی میگوید اگر خدا با شرطی که تو را دوست دارد، یقین دان که این گویم که گرگ که دشمن گاو است، دشمن گوسفند است، زمان خدا اگر تو را دوست دارد، انا همین گرگ مال و گاو و گوسفند تو را پاسبانی میکند. شود ای بنده گر مولا به آزار، همه در هر دو عالم از تو بیزار. لیکن با شرطی که خدا اگر تو را بد دید، یقین دان که همه آن چیزی که خدا آفریده است همه اونها تو را بد میبینند. اگر الله شود از بنده راضی، به او یار است استقبال ماضی. لیکن با شرط خدا اگر کسی را که دوست داشت، هم زمان حاضرش هم زمان آیندهش همش حضرت گفتن نیک هستند. گذر از دشمنان گردامنی دوست، بگیری مغز را فارغ شو از پوست. دعا میکنیم که خدای مهربان محبت ذات خودش را در دل همه ما بندگانش جایگیر بگرداند و خدای مهربانم آن عملهای ما را نصیب گرداند که به سبب انجام دادن این عملها ما نیز محبوب نزد پروردگار شویم. و خدای مهربان که بنده نواز است و خدای هست که همه گناه ها و سهو ما و شما را اگر خواهد می بخشد، خدایا آن سهو و آن لغزش هایی که از ما سر می زند با فضل خودت خدایا همه اشان را مغفرت بگردان. و خدای مهربان عاقبت کار همه ما بندگانت را به خیر بگردانی. خدایا از همه تهمت ها، از همه آفت ها، از همه درد ها، خدایا این جمعیت ما را در حفظ و امانت نگه داری. اینجا یک جمعیت مهمان ها از فیض‌آباد آمدن، از غرم آمدن، از ما و شما خواستن که در حقشان دعا کنیم. و یک برادری بود است که چند سال بی فرزند بود، از فرزند طلب کردن. خدای مهربان پای قدوم اینها را با فیض و با برکات بگرداند و خدا در هر قدمشان حسنات و گناهاشون خداوند مغفرت و صحت و سلامت خدا به خاندانشان برساند. همراه خود این برادر ما باز سفر بکم یک مبلغ برای آبادی این مسجد هم آورده است. خداوند این خیر احسانشون هم قبول و خاتمه کارشون خدا به خیر کند. آمین و رب العالمین.
برادرای خیلی عزیز و گرامی، این جمعه که الحال ما و شما حضور داریم، وعده داده بودیم که در اطراف سوال و جواب به شما صحبت میکنم و یکی از موضوعهای خیلی مهم که این سلام دادن و قهر کردن است. من برای شما وعده داده بودم، لیکن از بس که این موضوع پره تیار نبود و پره حل خودش که نیافته بود، من آن سوالهایی که الحال خیلی مهم در نزد من ایستادن اینها را جواب میگردانم و این باب سلام و باب قهری مخصوص یک جمعه که جمعه آینده مخصوص در اطراف این شاید 1 ساعت مکمل صحبت شود، زیرا خیلی موضوع کلان، خیلی آیت ها و احادیث های زیاد در داخل سلام کردنی که امروز ما و شما میکنیم چگونه باشد، اینا ما خواستم یک موضوع خاصه در یک جمعه ما قرار دهیم. الحال دیگر وقتی زیاد نمیگیرم، سوال هایی که وجود دارد در حال همین ها را جواب گویم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ای استاد محترم حاجی میرزای شیرین سخن، اهل عائله ما مخلص دیرینه شما می باشیم. از شما خواهش آن را داریم که در حق عائله ما یک دعای میکردید، باعث سرفرازی ما میشد. با احترام، عبدالحلیم از خوجند. خدای مهربان اهل عائله این برادرمان عبدالحلیم را از همه دردها و از همه آفتها نگه دارد و هر مرادهای نیکی که در دل دارن خدای مهربان مرادهاشون حاصل و بابای عبدالحلیم خداوند عاقبت به خیر و ایمان به سلامت و بازم اخلاصشون خداوند به اسلام و به قرآن و به این دین مبین اسلام خداوند بیشتر بگرداند. آمین و رب العالمین. این بار 4م است که نوشته روان میکنم ولی جوابش را نمیشنوم. برادر گفتن 4 بار شد من سوال میدهم لیکن جواب نمیگیرم. میخوانیم سوال این برادر. السلام علیکم داملای عزیز. بعد سلام ما یک چند سوال را پیشکشتان کردنیم. هنگام گوریستان رفتن در سر گوری هر یک والدین ها، یکی پدر و مادر و فرزند و اپا و خواهر و غیره، علاهیده فاتحه میگیری یا اینکه همه را یکی؟ مقصد در یک گوریستان پدرت خواب است، مادرت خواب است، اهل عیالت خواب است. گوییم که از یک اولاد تو شاید تا 3 4 5 نفر باشد. آیا به هر کدام همین دعای علاهیده کنیم یا که یک دعا بس است؟ یک دعا برای همه اونها کفایت میکند. ما و شما همین یک دعایی که یا طلب مغفرتی که برای این اهل عیال خود و اهل اولاد خود میکنیم، برای همه او انشاءالله کفایت کننده است. شرط نیست سری هر گوری اونها ده ما و شما نشسته جدا جدا دعا و مغفرت کنیم. دوم، پیشتر هنگام گذشتن برادر کلانی زن او را با برادری بیزن یا زندار بعد نکاح کرده با زنی میدادند. آیا این عمل و رفتار درست است یا نه؟ چی میشود که این را شرح و ایضاح میدادید؟ اگر برادر میگذرد زن او در خانه گویم وقتی به شوهر میماند، آیا همون را گویم برادر دیگرش یا دادر او گرفته میتواند نمیتواند؟ بعضی ها میگویند که اکم میتواند و دادر نمیتواند. این گفته مردم است، لیکن همه او میتواند. وقتی که مثال همون برادری که از ما و شما از خانه گذشت، وقتی که زنی که گویم تا دوره های برادرمان ینگمان بود، لیکن وقتی برادرمان که گذشت او دیگر ینگه ما و شما نیست. خب دیگر او در این زمان رخصت است که اینم شریعت به خاطر همون فرزندایی که از او باقی مانده است که سرسان و سرگردان نشوند، گویم باعث تشویش و باعث گویم که باز در یک حالتهای وزنین دوچار شدن همین زن نشود، همین رخصت دادن که برادری چی کلانیش باشد چی خوردیش باشد نکاح کرده گیرد. درست است، یگان جای زلال زیان ندارد. این در نظر شاید بعضی آدمان ناخوب تابد، لیکن این مسئله شریعتی است برادر عزیز. البته شریعت خدا و حبیب او از ما و شما بهتر و خوبتر میدانند.
برای همین این مسئله در هیچ کدام ما و شما شک و شبهه نداشته باشیم. هر یک گوییم که برادری که زنش میگذرد، کدام برادری که خواهد او را به خاطر فرزنداش میتواند، به خاطر فرزنداش هم که اگر خواهد گیرد حق دارد. درست است در شریعت. برادری دارم که بیش از 20 سال باز کسلی روحی می باشد و چند بار در کسلخانه روحی خوابید. ملا و طبیب های گوناگون دعا خواندن ولی تا حال شفا نیافته است. باز بیش در بیش فقط پاپیراس می کشد. بارها زاری و تولا کردیم که پاپیراس را نکشید، باز می کشد. خب 2 بار در نماز جمعه آوردمش، یک قدر خوب شد ولی دیگر نه آمد. چی باید کرد که شفا یابد؟ با احترام مخلص شما از توگرک. یعنی البته اون کسلی های روحی که وجود دارن، اونها در این نماز جماعت اشتراک کردن نمیتونن، به خاطری که اونها که جن دارن، یکی از ضربه های سخت‌ترین به سر جن ها این نماز با جماعت است. اگر کدام ما و شما پایبندی نمازی با جماعت باشیم، هیچ وقت ما و شما کسل روحی نمیشویم. یکی از ضربه های وزبینه که به سر جن ها می آید، این چی است؟ انا همین نماز با جماعت، حضور در نماز با جماعت است. و این خاطر این 1 بار یا 2 بار آمد، دیگر جن ها ایرا نمی مانند که این در نماز جمعه اشتراک کند. فقط اینا می توانند این برادرهایی که اینجا حاضر مولانا مشهور آدم است در خواندن گویم علیه جن ها، اینجا با یک قسم برادرهای دیگر هم وجود دارند که علیه جن ها میخوانند. شما مراجعت کنین، ان شاء الله من برای شما اینها را توصیه میدهم. خدا خواسته باشد شفا را البته به این فرزندی تو باشد، برادری تو باشد، خدا نصیب میکند. السلام علیکم داملای شیرین زبان. خدا زبان شما را باز هم شیرین تر و برا گرداند. ما یک سوال مصلحت آمیز دارم، التماس همین روز جواب گویید. برای آن که من از راه دور آمدم، دیگر آمدن نمی توانم. ایرا یک مادر جمعه گذشته نویسانده بود است. ما که دیگر گوییم که وقت ها ممکن نشد جوابش نگردانیدیم. خیلی شاید که این مادر الحال نباشد، لیکن جوابش میگردانیم، شاید که به گوشی ویم رسد. از راه دور آمدم، دیگر آمدن نمی توانم. من مادر 6 فرزند، با سببهای زندگی خانه با شوهرم جنجال خوردیم. 1 سال باز قهری و همخوابه نیستیم. شوهرم با من میگوید که نمازهای خوانده تو نزد خدا قبول نیست و اگر از دنیا گذری من که از شما راضی نیستم، شما را بی جنازه میگرانم. اگر گپ‌هایش راست باشد من چیکار کنم؟ التماس به من گویید که چیکار کنم. التماس همین روز جواب گویید. با احترام مخلص دوستدار شما از اوچسکه تاسقلعی کلخازی لیلین. این مادرم آدم دیندار بوده است که گوییم که بعد این قدر جنگ و جنجال باز شاید پشیمان شده باشد و خواست است که عاقبتش آباد باشد. 1 سال هست که با شوهر خود جنجال دارم، هم خوابه نیستم. خب این شوهر از من راضی نباشد، گوری من چگونه باشد، قیامت من چگونه باشد. گفته از ما مصلحت طلب کردن. برادرای خیلی عزیز و خیلی گرامی، اینجا در سوال ها در این باب خیلی زیاد، من 3-4 سوال فقط مخصوص شکایت مردها از زنها هست که اطراف این برای ما چی مصلحت میدهی. حبیب خدا در حدیثای مبارک میفرماید ایما امرأة ماتت و زوجها عنها راض دخلت الجنه. ببین خیلی با دقت باشین. می توانین این سخنها را به مادرها و به زنها و به خواهرها و به ینگه هایی که در خانه دارین رفته رسانین. حبیب خدا فرموده ایستاده است کدام زنی که پیش از شوهر جان به حق تسلیم می کند، پیش از شوهر از این دنیا می گذرد، ایما امرأة ماتت و زوجها عنها راض. حبیب خدا می گوید لیکن شوهر این زن از این زن بسیار راضی هست. به تقدیر الهی جان به حق تسلیم کرده است، لیکن شوهر بسیار غمگین است.
به خاطر چی غمگین است؟ به خاطری که این زنی بود که زنی گویم فرمان بردار بود، زنی بود که همیشه در خدمت مرد قائم بود، همیشه سخن مرد برای خود گویم که یک قرار یک حکم قرار میداد. با این خاطر این مرد که دوستش می داشت برای رفتن این زن، برای گویم مردن این زن، این شوهر که غمگین است و راضی از این زن است، حبیب خدا گفتن 8 در جنت منتظر این زن است. 8 در جنت، هر دری. ببین شما در خانه ها دارین، 4 خانه ها دارین، 5 خانه ها دارین، هر خانه تو اینش از اینش دیگرگون است، اینش از اینش زیباتر است. جنت هم همچنان است. هر دری او به خودش باز کوشک‌های جدا دارد، هر کدام او به خودش خوراک‌های الهیده دارد، هر کدام او به خودش راحت‌های گوناگون دارد. حبیب خدا میگوید همه این درها منتظر همون زنی هست که شوهر از او اگر راضی باشد. لیکن اگر شوهر راضی نباشد چی؟ حبیب خدا گفتن لا تؤذی امرأة زوجها فی الدنیا الا قالت له زوجته من الحور العین لا تؤذیه قاتلك الله فانما هو عندك دخیل یوشک ان یفارقك الینا. حبیب خدا گفتن وقتی که زن در دنیا مرد آزار میدهد، گویم با بالای مرد فرمان میدهد، سخنهای گویم بلند میگوید، به اجازت شوهر هر کاری را که خواهد انجام میدهد، بالای شوهر گویم قواق دارد، خوب قبول نمیکند شوهر. حبیب خدا گفتن که به جانب این زنهای دنیایی آن حورهایی که منتظر این زنهایی که به شوهرها فرمانبرداری نمی کنند، آزار می دهند، حورهای جنتی به جانب این زنهای دنیا از جنت صدا می دهند، می گویند. وقتی می بینند مرد خیلی گویم در حالت ناخوب قرار دارد، خیلی گویم خسته شده است از حساب این زن بدفعل، حورهای جنتی چی می گفتند؟ لا تؤذی قاتلک الله. ای زن دنیایی، این شوهر آزار نته، خدا تو را هلاک کند. قاتلک الله، خدا تو را قتل کند. فانما هو عندك دخیل. یقین دان که این مردها در پیش شما موقت هستند، اینا در نزد شما مهمان هستند. یوشک ان یفارقک الینا. زود است که این شوهرهای شما نزد ما می آیند، زود است. این گویم یک ندای، یک فریاد از جانب حورهای جنتی نسبت همون زنهای می شود که در دنیا شوهرها را آزار می دهند. شوهرها از اونا ناراضی هستند، میگوید من از همین زن خود راضی نیستم. وقتی که راضی نباشد والله که تو را عبادت ها دیگر فایدت نمی کند. اگر شبان روزن عبادت داشته باشی، در برابر این اگر شوهر از تو راضی نباشد، حدیث ها و آیت های بیشمار دلیل های وجود دارد که عبادت ها در نزد خدا قدر و قیمت ندارد. لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها تعظیما لحقه. حبیب خدا میگوید آدم سجده کردن جایز نیست. ببین ما و شما سبحان ربی الاعلا گفته پیشانی ها ما خدا را سجده میکنیم، انا همین گونه سجده برای آدم جایز نیست. اگر پیش یک آدم کارمان افتاد، یا که گویم که در پیش یک آدم ما و شما یگان مسئله در متهم مانیم، در پیش پای او غلطیدگی آدم تعظیم کرد، این در نزد شریعت حرام است.
این جایز نیست. لیکن حبیب خدا میگوید اگر آدم از سجده کردن درست میشد، هر آینه امر میکردم اینکه زنها شوهرهاشون را سجده کنند، زنها شوهرها را سجده کنند، تعظیما لحقه، از حساب بزرگی که خدا این حق بالای شوهرها داده است. افسوس که اگر این مادرای ما چرا پیروی زن حضرت زبیر نمیشوند، این مادرای ما چرا پیروی زن حضرت ایوب نمیشوند که حضرت ایوب بعض روایات تا 14 و تا 16 سال بالای تخت سنگ خواب بود، رحمه عائلش خدمتش میکرد. ببین تا 14 تا 15 ساله حضرت ایوب بالای یک تخت سنگ وجود حضرت همه درمند رحمه او را خدمت میکرد. امروز من باوری دارم که از حساب بعض زنهایی که گویم که معرفت و خدا ترسی ندارند، شاید یک ماه طاقت نگاه و بین شوهرها نداشته باشند، یک ماه. حالا که باید این گویم که این زنهای جامعه ما و شما پیرو اینها شود تا که آخرت چون آباد شود. حضرت زبیر زنی داشت، اما شما شاید این قصه را شنیده باشین، به نام ام سلیم بود. ام سلیم مادر انس، بسیار زن دیندار بود، بسیار وقتی که خبر موت شوهر ام سلیم را ابو طلحه شنید، ابو طلحه وقتی که شنید بسیار خرسند شد که شوهر ام سلیم از دنیا گذشت. به خاطر چی خرسند شد؟ به خاطر که ام سلیم بسیار زن آلفته و بسیار زن زیبا و بسیار زن دیندار بود. و ابو طلحه که یکی از مردهای خیلی با دولت بود، در حال گفت من الحال خواستگاری می روم و یقین می دانم که من دولت زیاد دارم، ام سلیم این پیشنهاد مرا رد نمی کند. لیکن وقتی که به خاندان ام سلیم در آمد و ام سلیم از او پرسید باعث چی خانه من مهمان شدی؟ گفت میخواهم تو را در نکاح خود در آرم. گفت تو نمیدانی که نکاح مسلمان با کافر درست نمی شود؟ اون زمان ابو طلحه ایمان نآورده بود. ابو طلحه میگوید فکر کردم که شاید که پول میخواهد، مال میخواهد. گفتم من از زرد و سفید بسیار دارم، یعنی مقصد از زرد و سفید طلا و نقره زیاد دارم. ام سلیم گفت که من برای طلای تو و برای نقره تو هیچ حاجتی ندارم، لیکن فقط پیشنهاد دارم که در بدل مهری که برای من نصیب میگردانی اسلام بیار، همینش برای من کفایت میکند، برای من مهر ندی. وقتی که ابو طلحه دید که هیچ علاج ندارد، اسلام آورد. گو با دست کی اسلام میارم؟ گو با دست خود من، بگو لا اله الا الله محمد رسول الله. ابو طلحه وقتی میگوید این کلمه را عرضه کردم و با این ام سلیم گویم که خانداری میکردیم، یک جای حیات به سر میبردیم، از او فرزند تولد شد به نام ابو عمیر. ببین بسیار دوست رویک بود. بگوید حتی حبیب خدا با این طفل در کتاب میگوید که حتی بازی هم میکرد. بار همین طفل، من قصه را کوتاه میگویم، همین طفل وقتی از دنیا گذشت، ابو طلحه که آدم روزدار بود، ام سلیم تا بگاه آمدن شوهر همین کودک چیکار کرد؟ میگوید شست و کفن کرد، در خانه دیگر برده گذاشت. وقتی که ابو طلحه آمد از فرزند پرسید، گفت کمی بیتاب است. گفت کمی بیتاب است، لیکن الحال خیلی حالتش خوب شدگیست. گفت در سرخانه پرتاب. میگوید ابو طلحه را از آب و آن چیزی که در خانه داشت همشه آماده کرد، برای او تیار کرد. وقتی خوراک خوردن شب، میگوید همین ام سلیم با همین ابو طلحه باز خانه‌داری کرد. از قسم سحر گفت ای ابو طلحه، گفت اگر یک شخص در نزد ما تو یک چیز را عاریت آمده گذارد، آیا همون چیزی همون پس گرداندن به ما و شما ضرور است؟ پس گفت بله البته، آن چیزی که از دیگر نفر است از حق ما و شما نیست. گفت یقین دان که همون ابو عمیر امشب جان به حق تسلیم کرده بود.
حضرت ابو طلحه در حیرت ماندند، آخر چرا مرا خبر نکردی؟ اینقدر ناز و ضیافتی که بهر من کردی، با همراهی من باز خانه‌داری کردی. ام سلیم در جواب گفتند تو روزدار بودی، اگر من این خبر مصیبت به تو میرسانیدم هر آینه تو از این آب نان نمیخوردی، شاید که در وجود تو یگان خستگی و درماندی پیدا میشد. وقتی که میگوید ابو طلحه این گویم قصه را نزد حبیب خدا گفت، حبیب خدا دست برداشت و گفت خدا در این شبی که شما خانه‌داری کردین خدا فیض نصیب کند. گفته دعا کردن. صحابه هایی که بعد حبیب خدا ابو طلحه را دیدن میگوید از این زن 10 فرزند تولد شد که همگی حافظ قرآن بودند. به خاطر چی؟ به خاطر که این زنها خدمت در شوهر میکردند. و الا اگر از خدمت امروز گویم زنهایی که دور هستند، شوهرها از اونا ناراضی هستند، یقین دانند که باور کنین عاقبت خوب ندارند. اونا حتی اگر گویم کدام انسانی که اونا را جنازه خواند، جنازه میخواندگی اونها را جنت نمیبرد. دلارام باشد زنی نیکخواه ولیکن از زنی بد خدایا پناه. امروز زنای حسالی در ما شکایت آمده است در اینجا که در باب حتی گویم یک برادر از ما سوال کرده است که اگر در نکاح ریش نداشته باشی آیا نکاح درست می شود یا نمی شود؟ میلش این مسئله اونقدر مسئله گویم که ریش در نکاح اونقدر مسئله مهم نیست، لیکن امروز چندین برادرها را که مثال ما چی در اینجا و چی بیرون از شهر وقتی که با اون ملاقات میکنیم و مثال میبینیم با یک سین و سال و یا گویم که مثال یکی از سنت های پیغمبر خدا را میخواهد بیدار کند، عائله هاشون نمیمانند که اینها ریش بگذارند. ببین عائله ها نمیخواهند که فرمان خدا و فرمان پیغمبر خدا چیکار شود؟ اجرا شود. الله در قرآن ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخره واعد لهم عذابا مهینا. خدا میگوید کسی که در دنیا مرا آزار میدهد، حبیب خدا میگوید کسی که حبیب خدا را در دنیا آزار میدهد یقین داند که لعنت من بالای اوست. آزار دادن خدا و پیغمبر چیست؟ فرمان او را اجرا نکردن است. علیه آیت قرآن و احادیث های رسول اکرم برآمد کردن میگوین این آزار دادن خدا و آزار دادن پیغمبر خداست. پس آیا ما و شما از کجا طاقت عذاب خدا را داریم؟ دلارام باشد زنی نیکخواه ولیکن از زنی بد خدایا پناه. حضرت سعدی هم گفتن آدمی گفتن زنی نیکخواه گفتن دلارام است. اگر زنی نیکخواه باشد، زنی گویم که با عبادت باشد، زنی باشد که با قدر شوهر میرسیدگی باشد، شوهر از او راضی است، این زن از زن دلارام میگن. این دلی همون مرد آرام کننده است. ولیکن از زنی بد خدایا پناه. لیکن حضرت گفتن خدایا اگر در تقدیر من همین زن بد باشد، خدایا از همین زن بد به سوی تو پناه طلب میکنم. تیهی پای رفتن به از کفش تنگ، بلای سفر به که در خانه جنگ. حضرت میگوید تیهی پای رفتن به از کفش تنگ. اگر همین کفش ها، همین پتینکه هایی که گویم در پای ما تنگ هستند و پای ما و شما را آزار میدهند، ببین تیهی پای رفتن به از کفش تنگ. از این گونه پتینکه را پوشیدن در پای لیج رفتن بهتر است. گفتند بلای سفر به که در خانه جنگ. سفر همه وقت مشقت دارد، عذاب دارد، لیکن حضرت گفتن انا همون بلای سفر من برای خود اختیار میکنم زمانی که در خانه اگر من در پیش زن خود قدر نداشته باشم. اگر زن مرا در خانه احترام نکند، برای من همون بلای سفر و عذاب سفر برای من بهتر است. گفتن ببین یعنی از این گونه زنی که انسان دارد که همیشه در گویم که آزار او روبرو هست، حضرت گفتن از این در نبودن اون زن بهتر است، نداشتنش بهتر است. به زندان قاضی گرفتار و به که در خانه بینی در ابرو گیری. حضرت گفتن زندان قاضی گفتن خیلی گفتن خوب است برای آن کسی که اگر در خانه زنی دارد که همیشه قواق دارد، هیچ وقت چهره کشاده ندارد، مرد خوب قبول نمی کند. ولی بین بعضی زنای خدا ترسی هست که خدا
رحمت کند شوهر دیدن را تبسم میکنند، شوهر را استقبال میگیرند، دستهای شوهرها را بوسه میکنند. لیکن بعضی زنهای دیگر هست که شوهر را دیدن برابر وجود او دیگرگون میشود، قواق در وجود او پیدا میشود. انا حضرت همون را گفتن به زندان قاضی گرفتار به که در خانه بینی در ابرو گیری. سفر عید باشد بر آن کت خدای که بانوی زیشتش بود در سرای. گفته است برای آدمی که بانوی زیشت دارد، برای کسی که زنی بد دارد، زنی ناخوب دارد، این گفته است همون سفر در بودنش برای او عید است. گفته است همین سفر هم که عذاب دارد، از خانه بیرون بودنش گفته است خیلی برای او خوب است وقتی یک بانوی ناخوب، زنی ناخوب در حولی او سیر و سیاحت دارد. از این خاطر از همه خواهرها، از همه مادرهایی که صدای ما را آینده میشنوند، از شما خواهش ما همین است شوهرها را احترام کنین، به قدر شوهرها رسین. اون میگوید یک شوهر بود، میگوید پشتش میگوید همینطور گویم که یک گوشت زیادی داشت، ولی بعضی زنها شوهرم ریش مانده است، شوهرم بدرو شده است، بیزیب شده است، گویم دیگر هر خیل گویم صفتهای ناخوبه در راست همون شوهرها میکنن. یک مرد بود میگوید بسیار یک پشتی همینطور یک گوشت زیادی داشت، کوزه پشت میگوید، و بسیار شکلش هم بینهایت شکل بیزیب بود، لیکن زنی بینهایت خوب داشت، بسیار یک زنی خدا ترس داشت. لیکن میگوید وقتی این شوهر که می آمد، همین مرد کوزه پوشت، همین مرد گویم که نه چهره خوب داشت نه صورتی خوب داشت، وقتی به خانه که می آمد، زن که زنی خدا ترس بود، در حال میگوید استقبالش میگرفت، قبولش میکرد، حتی پایهای همو را میگوید با دست خودش میشوست. پیش از طعام دادن میگوید دستهای همین شوهر را میشوست. این شوهر میگوید وقتی این خدمت از زن دید یک بار مغرور شد. بعد گفت ای زنه، گفت از تو یک سوال دارم. گفت چی سوال داری؟ گفت در همین دنیا از همه دیده کی را دوست میداری؟ این شوهر فکر کرد که البته خیلی مرا دوست میدارد که این دست و پای مرا همیشه میشوید، خوب استقبالو میگیرد. گفت شوهر خوب میشد که این سوال از من نمیدادی، برعکس این سوال میدادی که از همه در دنیا کی را بد میبینی؟ گفتن خیلی پس از تو سوال میکنم از همه دیده در دنیا کی را بد میبینی؟ گفت والله که از همه در بدترین انسانی که بد میبینم این تو هستی. گفت این تو هستی، لیکن به خاطر قیامتم من خدمتی در تو کرده ایستاده ام، لبخند میزنم، خنده میکنم به سوی تو، به خاطر که در جمله صابرین و شاکرین خدا مرا نویسانده گرداند. من به این خاطر گو در تو خدمت میکنم. ببین در چگونه مردهای کوزه پوشت و مردهای بی صورت در زنها خدمت میکردن. امروز که الحمدلله این گویم این جوانای ما را ببینین، این مردها را ببینین که چقدر صورتی زیبا دارن، سیرتی خوب دارن. پس وقتی اینها که موردی به احترامی قرار گرفتن، وای به حال همون زن، وای به حالش. وگر پارسا باشد و خوش سخن، نگه در نکویی و زشتی مکن. زنی خوشمنش خواه نه روی خوب، که آمیزگاری بپوشد عیوب. حضرت سعدی گفتند وگر پارسا باشد و خوش سخن، نگه در نکویی و زشتی مکن. دادر عزیز گو وقت زنگیری میرای ببین همون زنک خدا ترس است، سخن خوش دارد، معامله خوب دارد، دیگر چهره او را جدا نکن که خوشرو هست یا نیست. زنی خوشمنش خواه نه روی خوب، که آمیزگاری بپوشد عیوب. ببین تو زنی خوشفعل برای خود جدا کن، زنی زیبا برای خود جدا نکن، زیرا همون خدمت‌های خوبی زن تمام آن کردارهای گویم که همون سکه و صورت ناخوبه که زن دارد همه اون عیبهاش میپوشاند زمانی که اگر وای خدمتگاری در شوهر باشد. برای من از این مادر عزیز ما خواستمان همین است که از شوهر عذرخواهی کو، پیش از مردن توبه به سوی خدا کو تا که شوهر تو را میبخشد. بعد ان شاء الله تو همون کوشکایی که گفتیم تو صاحب میشوی. ولی بسیارش روزه های مریم میگیرن و روزه های 3 روزه میگیرن و دیگر، لیکن شوهر هیچ احترام در خانه ندارد. از همه این مهم، از همه مهم همون احترام شوهر است.
به نام خداوند بخشنده مهربان و صلوات بی پایان بر رسول خدا یعنی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و دعاگویم از بحر شما برادر اسلامی که همیشه سربلندی ها در راه اسلام نصیبتان گردد. و یک سوال نافهم دارم که میخواهم پاسخ بگیرم. در کتاب دقایق الاخبار و مناقب الابرار خواندم که خداوند برای مردهای جنتی حورها آفریده است که در سینه های آن حورها نام شوهر و نام الله نوشته شده است. من گفتنی هستم که مادامی که هر مرد حور خود را دریابد، زن نکاحی در دنیا کجا می شده باشد؟ بابای حاجی بسیار از شما معذرت میخواهم که شما را تشویش دادم. ما در آخر التجا دارم که من رنجور کسلی دل هستم، در حق من دست دعا بردارید. با احترام یک برادر اسلامی شما و شما را به حمایه آن ذات پاک می سپارم که تا یک تار موی شما کم نشود. خدا شما را شفای کامل و شفای عاجل نصیب کند. از سلمه این برادر ما پرسیده است که هر مرد در جنت که حور داشته باشد این زنای دنیایی کجا می شوند؟ بار سلمه که مادر ما و شما زن پیغمبر خدا بود، از پیغمبر خدا پرسید ای حبیب خدا، این مردها در جنت حورها را صاحب می شود، پس این زنهای دنیایی چی می شوند؟ حبیب خدا گفتن زنهای دنیایی در حسن و جمال از حورها دیده زیباتر می شوند و هر کسی که در دنیا کدام زنی را که صاحب بود خدا همو زن آورده با در نکاحش می درآورد، با در دست همو مرد تسلیم می کند. انا اگر همونجا که تو گویم که اگر زنی خدمتگار و زنی بوده که این مرد از تو راضی بود قبولت می کند، و الا اگر تو زنی آزاردهنده و زنی گویم که امت دلخراش باشی همونجا هم شوهر از تو می گریزند. اگر از حور هم که زیبا باشی تو را وی قبول نمی کند. السلام علیکم حاجی محترم، اگر حاجی را از حج آمد با گلدسته پیشواز گیریم اجازت است؟ یعنی حاجی می آید بعد برادرای ما و شما با گلدسته پیشوازش میگیرند، آیا همین اجازت است؟ بله اجازت است. گلدسته دادن این یگان گویم که اینا بلکه سنت هستند. شما می توانید پدرتان، مادرتان، زنهاتان گلدسته ها آورده تقدیم کنین. در خانه هاتون می توانید که شما گل آورده گذارین، گل پروری کنین. همه اینا سنت های پیغمبر ما و شما هستند. و این خاطر وای از یک راه دور آمده است. و قاعده است حبیب خدا وقتی که به سفر می برآمد 2 رکعت نماز می خواند در مسجد، بعد از اونجا که میگشت می آمد باز در همون مسجد 2 رکعت دیگر برای صحت و سلامت آمدن از مسافرتش می خواند. گاه نزد فاطمه می رفت و فاطمه را بوسه می داد بعدی از سفر آمدنش. و این خاطر حاجی ها را اگر ما و شما هر گونه که استقبال گیریم البته به البته جایز است، درست است، می توانیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با یک سوال مراجعت میکنم. آیا آدمی که گیمارای یعنی بواسیر دارد چگونه مستحب کند؟ آب ضرر داشته باشد میتواند که همان موضع را نشوید؟ یعنی گیمارای وقتی که در کدام اگر این درد وجود داشته باشد، این بواسیر میگویند، مستحب کردنش چگونه باشد؟ اصلا برادرای خیلی عزیز و گرامی، حبیب خدا نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس، ببین العافیت و الفراغ. رسول اکرم میگوید 2 نعمتی هست که شما بسیار بسیار پشیمان میشین بعد رفتن این 2 نعمت. این یکی تنی صحت است، دیگرش آرامی هست. و این خاطر تنی صحت بسیار بسیار نعمت کلان است. دادرای عزیز و گرامی کار کنین که شما در این روی های گویم آن چیزی که خنک است وقتی که می نشینین این گیمارای پیدا می شود، یا با آب خنک وقتی که مستحب میکنین گیمارای در شما پیدا می شود. از این خاطر شما همیشه با آب گرم طهارت کنین، همیشه با آب گرم. در تابستان هم که اگر توانین آب گرم استفاده برید و در دستان همون لطه‌ای که دارین همون قطع همه موضع هایی رو که شما آب میرسونین همون زمان قاق کنین، تراتر نپوشین. زیرا اکثر همین گویم که کسل هایی که امروز در بیمارخانه همه بچهای نمازی هستند. ببین چه از گیمارای و چه از این کسلی که گویم که آب میرود از او، همه همین در حالتی که همون
گویم ته‌پوش‌های ما و شما در حالت مستحب میکنیم، قاق نمیکنیم، تر میماند، انمون حالت در این وجود ما و شما درمند میشود. ما و شما در این بیماری ها مبتلا میشویم. برای این با آب گرم شوین، قاق کنین، بعدا شما از حمام بیرون شوید تا که شما بیمار نشوید. وقتی بیمار شدی دیگر تو در نماز جمعه اشتراک کردن نمیتونی، تو دیگر نماز به حضور دل خواندن نمیتونی. برای این همیشه با آب گرم طهارت کنید. لیکن کسانی که گمرای دارن و گویم همون بواسیر و آب در او زلال میرساند، ترکش کند، همون موضع را نشوید، تماما همون موضع در آب نرساند. بدون رسانیدن آب نماز برای او درست می شود. السلام علیکم بابای حاجی میرزا، من ساکن دوشنبه شهر بوده خود زاده کلاب شهر می باشم. راست دیگه من در دوشنبه کسیت و دیسکای شما را بسیار دیدم و تماشا کردم، اما شما را از نزدیک ندیده بودم. حالا شکرانه خدا میکنم که شما را از نزدیک میبینم و با شما نماز میخوانم. بابای حاجی با شما یک دو سوال داشتم. نماز قصر گفته کدام نماز را میگویند؟ آیا بجای نماز قصر نماز پره خوانیم نمیشود؟ دوم نماز شکر وضو گفته کدام نماز هست و چه خیلی خوانده میشود؟ مثلا نماز قصر گفته وقتی ما و شما از اینجا که سفر کردیم با دوشنبه ما و شما مسافر هستیم، اگر نیت ما و شما تا 15 روز باشد، لیکن از 15 روز زیاد باشد ما و شما مسافر نیستیم، راه در مسافرانه میخوانیم. دوشنبه که رفتیم ما و شما آدم مقیمی، یعنی آدم همونجا به حساب میرویم. تا 15 روز اگر نیت تان باشد شما مسافرین، میروین در همونجا نمازهایی که 4 رکعت فرضن 2 رکعت شما میخوانین. اگر مبادا گویین که مثال نه من 2 رکعت نه 4 رکعت میخوانم، تو گناهگار میشوی، گناهگار میشوی. یقین دانین این آیت قرآن است که شما نمازها را در مسافرتی قصر کوتاه کنین، 4 رکعت را 2 رکعت کنین. با این خاطر اگر ما گوییم خیلی همه شرایط من خوب است، هیچ ماندگی نداریم، این آب گرم همه هست، نه 4 تا میخوانیم، در این 4 تا خواندگی تو گناهگار هستی، تو فرمان اجرا نکرده ایستاده ای. این یک مکافاتی هست که خدا برای تو داده است در حالت مسافری. شکر وضو گفته همین بعد طهارت کردن، وقتی که ما شما طهارت کردیم بود کردیم 2 رکعت نماز بعد همین طهارت خوانیم، همراه شکرانه وضو میگویم. هر سوره را که میخوای خواندن بگیر، بسیاری بسیار ثواب کلان دارد. حضرت بلال حبیب خدا شب معراج در حدیث ها میگوید من گویم که آواز قدم های بلال در جنت شنیدم. وقتی که حضرت میگوید پایان آمدم و بلال گفتم آواز کفش های تو در جنت صدا داد، و چی خاطر است؟ حضرت بلال گفتن همیشه طهارت که میکردم 2 رکعت نماز از پس او میخواندم، شاید که همین عمل من در نزد خدا خوش آمده باشد و صدای کفش های من در جنت صدا داده باشد. و این خاطر شما اگر طهارت کنین و بعد او 2 رکعت نماز خوانین بسیار ثواب دارد. السلام علیکم آقای حاجی میرزا، ما یک گروه مخلصان شما از مسجد دهیه آبشاران ناحیه یاوان سلام خود را میفرستیم و این چنین از نام رئیس دهمون و مولای دهمون و شیخ پاک دامنمون و شما سلامتی عمر دراز با برکات را خواهانیم. در پناه خدا باشید و دعا کنید که با همراهی قوم بیماری های ما را شفا دهد. خدای مهربان این برادرایی که از ناحیه یاوان از دهه آبشاران از ما و شما دعا خواستند، خدا همه بیماری هاشون شفای کامل و شفای عاجل نصیب کند. آمین و رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلح و آرامی، سلامتی و عمر دراز را از الله به شما حاجی میرزای محترم و حاضرین همین جماعت دعا طلبم. من و همسرم یک جای زندگی مستقلانه داریم، کسی از کلانترهای ما به ما نیست و شکر خدا را که با ما فرزندهای عطا کرد. دختر روزها من در کار هستم و همسرم با کار و بار خانه و تربیت فرزند، از بس که وای از سحر تا بیگاه با کار خانه هست، بسیارتر در نزد کودک لختکه ها را مانده به کار خانه مشغول می شود. روز به خانه مهمان آمد و پس از بازیچه ها را دیدن از من خواهش کرد که من آنها را از خانه دور کنم. او بال است. گفت آیا این درست است؟ شما چی میگوید در این باره؟ بازیچه در پیش کودک کش بوده است. بازیچه هایی که امروز گویم در مغازه ها می فروشند، ما و شما برای کودکامون می خریم، مهمان دیدن برابر گفتن این بازیچه ها را در خانه اجازت نیست. خوب می شود که این بازیچه ها را از خانه دور کنین. خوب می شود که شما بازیچه هایی که صورت نباشند بگیرین،
بازیچه هایی که شکل صورت نداشته باشند. یعنی یک خانه میره یک سگ میبینید توخی آفرین او سگ کلانیش، اگر او را مثال در شب میبینید تو یا در یک حالت ناخوب میبینی، یک آدم یا حاجی والله که گفتن که وقتی که در خانم در آمدم بیگاه بود، گفت بالای همون دیوانی که خواب میکنم برای همه کودک ما گفت از کدام شهر دوردست یا طرفای روسیه، گفت یک لفتوکی کلان آورده بودم، همون را دیدم گفت باور کنین گفت تمام وجود ما لرزه گرفت، گفت با همون لفتوکی که در همون خانه دیدگی است. و این خاطر شما خوب میشد که همون ماشینچه هایی که وجود دارن خب به صورت باشن، اینش بهتر است. در اصل هر خانه دا که صورت باشد یا بازیچه هایی که به صورت مانندن، اون خانه دا دیگه ملائکه های رحمت نمیتراید. برای این بهترین صورتش خرین، بازیچه ها را بخرین، فقط بازیچه هایی که مثال گویم یگان آواز داشته باشن و صورت نداشته باشن. هر خیل شکل هاش هست که امروز همو به صورت هاش گیرین، اینش خوبتر می شود. زیرا حضرت عایشه صدیقه دوره هایی که حبیب خدا می گرفته بودش بسیار خردتر بود، لیکن در دستش لفتوک بازی میکرد. حبیب خدا از بازی کردن لفتوک حضرت عایشه را منع کرده بودند. و آخران درباره زندگانی صحابه های محمد میخواستم هر روز جمعه نقل میکردید. خیلی انشاءالله وقتا شود درباره این صحابه های پیغمبر خدا هم حکایت میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم حاجی مرزا، بنده در شهر قزان تحصیل علم دارد. فتحه های شما را در آنجا گوش کردیم و امروز به این مسجد آمدم. روزهای نزدیک با سفر دارم، در حق ما دعا کنید. با احترام مخلصان اشدی، شما در شهر قزان طالب علم هستیم. خداوند شما را ذهن ذکی و فهم کامل و علم با عمل خدا نصیب کند، آمین و رب العالمین. السلام علیکم استاد عزیز، ما بیمار هستیم، از شما خواهش داریم که از درگاه خدا طلب دعا کنی در حق ما که ما طالب علم هستیم. یک سوال دارم، چشم پریدن چه خیلی است از روی نظریه اسلام؟ التماس جوابش را گردانید برادر عزیز و گرامی. چشم پریدن این از نظر اسلام هیچ نظری ندارد، هیچ معنی ندارد که وقتی که دست انسان گویم که سیخ میزند یا چشمش گویم میپرد خب یا دیگر چیزها هستن یا خرافاتن، همه این افسانه هستن. اینا گویا که از غیب ما و شما اکو یک خبر پیدا میکنیم گفته، هر خیل اینا تماما از نظر اسلام ناجایز هستند. درود و رحمت به شما باد ای بهترین فرزند این شهر کولاو. شب و روز منت نشود، با اهل و عیالم در حق تو دعا میکنیم. دعای خیر برای این دیگرگونی هایی که از نیکی عبارت است در مردم این شهر و جمهوری پیدا کردی. در حفظ خدا باشی همیشه. و یک سوال دارم، ظلم چی معنی دارد و چی هست؟ ظلم چیست؟ ظلم کردن یک آدم دشنامتی ظلم است. یک آدم حق شمی خوری ظلم است. یک آدم غیبت میکنی ظلم است. یک آدم پول میتی در عوضش پرسنت طلب میکنی ظلم است. یک آدم مجبور، امروز این مسئله هم بسیار است، یک وجب یا یک متر یا 10 متر زمین او را به ضرب زوری از دست او میگیری، اینم ظلم است. یا یک آدم بی گناه برده لطقین میکنی ظلم است. یک آدم قتل میکنی ظلم است. با یک برادرت قهری میکنی ظلم است. حبیب خدا گفتن اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات یوم القیامه. شما از ظلم ای مردم مسلمان پرهیز کنین، زیرا که این ظلم هایی که در دنیا کردین همه این تاریکی های روز قیامتتان هست. تاریکی های روز قیامتتان هست. انسان باید که ظالم نباشد. عکس ظالم این شفقت است، مهربانی است. همیشه ما باید که رحم داشته باشیم. همیشه باید که ما و شما مهربان باشیم. ظلم در ما و شما نباشد. قصه ها در میارد که بار حضرت موسی در یک بیابان میرفت، بناگاه میگوید یک پرنده سفید آمد بالای کتف حضرت موسی نشست و گفت ای موسی، ای پیغمبری خدا، مرا از این عقابی که از پس من صید کرده ایستاده است نجات بده. خواستن رحم حضرت موسی را سنجند.
حضرت موسی در حال میگوید این پرنده سفید گرفت و در آستینش انداخت. همین زمان عقاب میگوید آمد و گفت ای موسی، گفت این صید من است، این لقمه من است و رها کن. گفت حضرت موسی گفت بسیار خوب میشد ای عقاب، گفت برای تو یک گوسفند میدهم و همین پرنده سفیدی که از من نجات طلب کرده است همین به تو ندهم. گفت نه، گوشت گوسفند برای من خوب نیست. گفت بسیار نیک میشود. گفت ای عقاب از همین ران گوشت پای خود به تو میدهم، لیکن رحم بر همین پرنده بکن. همین زمان میگوید این پرنده از آستین حضرت موسی وقتی شنید این کلام موسی را، از آستین بیرون شد و پرید و گفت من جبرائیل هستم. گفت و اون عقابی که بود گفتن من میکائیل هستیم، آمدیم تا که رحم تو را گفت بسنجیم که تو تا چه اندازه رحم داری. از این خاطر مسلمان باید رحم داشته باشد، مسلمان باید شفقت داشته باشد. همین مسلمان همین است. ابو موسی اشعری چی گفتن؟ حبیب خدا گفت همان مسلمان است که از دست و زبان او کسی آزار نیابد. یک قصه کرده بودیم، یک ظالم اگر یادتان باشد میگوید یک کمپیر یک خانه عادی داشت بیچاره، خانه های بلند آشیانه و گویم خانه های این تا بهبود، یعنی هیچ بهبودی نبود. یک بانگی خانه داشت. وقتی که میگوید سحر میشد، سحر از خانه بیرون میشد، از پای طلبیدن میشد، بیگاه میآمد همون کلبه فقیرانه خود در داخل میشد. باری میگوید سحر برآمد بیگاه میآید که خانه نیست، درکش نیست. در حیرت میماند این خانه کجا شده باشد، این خانه کجا شده بود. در پهلوی او میگوید صاحب کتاب که یک مرد خیلی با دولت گویم از خدا دور یک عمارت خیلی زیبایی ساخت. وقتی آمد میگوید آشیانه اول تماشا کرد، دویم تماشا کرد، سیوم تماشا کرد. وقتی به چهارم آشیانه برآمد پایان نگاه میکند اطراف همون خانه را که همین کلبه فقیرانه کمپی را میبیند. در حال فرمان میدهد که بیارین یگان تکنیک از مثالیا که جمع شوید همه کسا این خانه را از اینجا بردارین که این سکه و صورت خانه مرا ویران کرده است. ولی بسیار از آدمای بیرحم در حال فرمان این گویا مرده که دولتدار اجرا کردند، خانه را تماما راست کردند. کمپیر آمد، وقتی که از این حال که درکدار شد خیلی غمگین شد، بجود همو یک خانه دیگه سرمایه نداشت. پرسان کرد میگوید پروردگارا این خانه من کجا شده باشد؟ ندای آمد که خانه تو از دست انا همین مرد نابود شدگی است. وقتی تو در خانت که نبودی خانه تو را نابود کردند. میگوید کمپیر با تمام صدق از دلش گفت ای پروردگار من نبودم، تو در کجا بودی که نگاه کنی خانه مرا؟ وقتی میگوید این مناجات که این مادر کرد، در حال میگوید الله میگوید ملائکه ها را روان کرد که این خانه این زبردست، این خانه آدم بیرحم و ظالم به زمین کشید، گفته اون خانه را نابود میکنند. کن مقصد انسان باید که ظلم نداشته باشد. همیشه ما و شما رحم و انصاف در ما و شما وجود داشته باشد. مسئله دیگر در بیرون بعضی کتاب ها در اطراف چهار یاره آمدگی هست. حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی خب سودا می شود یا با یک نرخ ارزان فروخته می شود. از این خاطر دادرای عزیز شما همین کتاب ها را خریده گیرین. بسیار نیک است، زیرا که امروز الحمدلله که من در کولاب کو نشونیدم، لیکن در پایتخت جوانهای پیدا شدند، چه از جانب زنها و چه از جانب مردها که دشنام دهنده ابوبکر، عمر، عثمان هستند. و این خاطر شما آنها را خوانین، از حال این صحابه های پیغمبر خدا درکدار شوین. خودتان بعد ان شاء الله قضاوت میکنین که البته ابوبکر رضی الله عنه کی بود، حضرت عمر و حضرت عثمان کی بودن، ان شاء الله شما میفهمین. اینجا یک سوال دیگر آمده است، آخران همیشه جواب میگویم. داملای عزیز السلام علیکم و رحمت الله. ایشان حاجی، عائله من دختر یک ایشان کلان است. این را پدرم خواستگاری برای من کرد. من در دوشنبه زندگی دارم، از زندگیم راضیم، لیکن گاه وقتا در دهان من بوی وجود دارد و این سبب می شود و این زن بر من معامله نمی کند. داملای عزیز یگان نصیحت می کردید، زیرا من همراه عائله هم همه کسیته های شما را دسترس کرده گوش می کنم. این برادر یعنی
کدام دختری گویم آدم باز ایشان کلانی را، کدام آدم مسلمانی را گویم نکاح کرده است، لیکن با سببی که در دهانش چی بوی باشد، چی بیماری باشد، این عائله‌اش و به خود نزدیک شدن نمیمانده است، گفته شکایت کردن. این الحال من در صحبت پیشینه گفتم، انشاءالله اگر گوش اندازد همه آیت های قرآن و احادیث های رسول اکرم است. لیکن از همه در بهترین دادرای عزیز باز برای شما یک توصیه میدهم که حبیب خدا میگوید مسواک السواک مطهرة للفم مرضاة لربی. همین مسواک چوب هایی که در بیرون میفروشند مسواک است، چوی هایی که دراز دراز دو سامان هستند، همین ها را شما میتونید که 2 نفر اگر مثال شرایط نداشته باشی یک مسواک چوب بخرین همون پاره کنین. این مسواک چوب استفاده بردن حبیب خدا میگه مطهرة للفم، دهانهای شما را پاکیزه میکند، مرضات لربی. خداوند از این مسواک شما راضی میشود، خداوند از شما راضی میشود با سببی که همون مسواک چوب ها را شما میگیرین و در حد دندانهای خود میمالید. این بسیار یک ثواب کلانی دارد. حتی در حدیث های رسول اکرم لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاه. حبیب خدا گفت اگر مشقت بالای امتم نمیشد هر آینه امر میکردم که در هر یک نماز دندانهاشون با مسواک چوب شویند. در بعضی حدیث ها در هر یک نماز خوشبویی استفاده برند. برای همین دادرای عزیز در بیرون همین ها امروز فروخته میشد. همین مدنیت ما داشته باشید. همیشه حبیب خدا میگوید که در بالای زبانش مسواک چوبش همیشه وجود داشت. و این خاطر خانه هم درای مسواک چوب استفاده میبریم. این مشک های دندان با قوت میکند، بوی دهان دور میکند. خب در بعض کسلی هایی که در معده داریم همون ها هم حتی که برای ما و شما فایده میبخشد. برای همین از همین دادرای عزیز استفاده داریم و با مدنیت همین مسواک ما و شما رسیم. حالا شما خارج نرفتین، در خارج روین همه حتی همون آدمای کلان کلان در دهانهای خود مسواک دارند. در همون کیسه های خود که جای روچکه میمانیم در همون جای روچکه هاشون مسواک هاشون وجود دارد. همیشه دندان هاشون به همون خلال میکنند و خوشبویی هم استفاده بریم. همیشه این نماز در آمدیم هم بیرون در 2 سوم و 3 سوم هست. من میدونم که امروز خراجات های هست، بعضی ما و شما خراجات های بی معنی زیاد داریم. یا کدام دسترس باشیم 3-4 خوشبویی را بخر در دست یک برادر تسلیم کو، این هم ثواب است. خوشبویی ها را همه را استفاده برین که بدن ما و شما امروز باید خوشبوی باشد. خدا خاتمه کار همه ما و شما را به خیر بگرداند و تا جمعه دیگر خدای مهربان همه ما و شما را در حفظ امانش نگه دارد. خب اینجا در یک مادر 2 ماه نفقه عاشورا برای ساختمان مسجد در حق فرزندانم دعا کنید گفته روان کردند. یک برادر خب مسکو می رود گفته در اینجا یک مبلغ گذاشتن که دعا کنید. یک مادر از جرقله اینجا هم یک مبلغی آوردن که در حق من دعا کنید. برادران آدینشا از مومن آباد بیمار است در حقش دعا کنید گفته است. یک برادر دیگر هم اینجا یک مبلغ دیگه آورده است، حاجی حاتم شاه در حقم دعا کنید گفته. دعا میکنیم که خدای مهربان خیر احسان هاشون قبول بگرداند و در عوض این مال خدایا به این بندگان خود باز مال نصیب بگردانی و همه مرادها و مطلوب هاشون خدایا حاصل بگردانی. آمین و رب العالمین. الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. اللهم تقبل منا هذه صلاة جمعتنا مع سنتنا مع جميع نقصاناتنا بفضلك وبكرمك برحمتك يا رب. همین جرا سونیدن که چند جمعه شد که یک پای افضال هر یک جمعه اینجا گم می شود. برای همین برادرای عزیز هر وقتی که می پوشین همون نگاه کنین که پای افضالای خودتون باشه. کدام پای افضالایی که بگیم کمتر ارزشی بلند و یک